دوستانی عزیز ما از چورابینی برآمدیم به حد طبعمون خوش شد. میدونیم به چه خاطر؟ به خاطر که فیلم کوتاهی پرمضمون. به چه خاطر گپا گفتستن؟ فیلم تماشا کردیم، مخصوصا همون صحنه هایی که دخترک در حسرت مهر پدره، در حسرت دوستداری پدره، وقتی دوگانه‌اش پدرشون زنگ میزنه ایها احوالشون پرسان میشه و گشنه سری مثال گرم پشتگی حسینه سی دخترک با دو چشم پوری او نگاه میکنه که این لحظه ها مونند به ما. همه صحنه ها هم خیلی در دلم جا شد. بعد صحنه چی دوستان؟ عشقی نو تمام شد، سختی بد محکوم شد. چه آدم باید نیم خیلی ارزوش دار برسه چی مونیه میشه که نمیرسه. شما دم توصیه میتیم تماشا کنین فیلم فاصله ها را. خطا نکنم اگر کارگردانش مکس قاسیموف